مسلمان هر کجا باشد نگهبانش خدا باشد، حبیبش مصطفی باشد، کتابش جلد قرآن و حیاتش با صفا باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که سلاح مسلمان این دعای مسلمان است. دست جمعانه دعا بکنین در این آخر ماه شریف رمضان که مردم فلسطین از این گونه جاهلان، از این گونه دشمنان اسلام، از این گونه تروریستان زمان خود رها گرداند. به مثل ابرهه که میخواست کعبه را تارمار کند، اما خداوند با او چی کرد؟ استعیذ بالله. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ آیا ندیده ای که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ و بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. و چه عضو بدر آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. و عضوهای ما نیز درد میکند وقتی آزار برادر را میبینیم. اگه فقط دعا میکنیم که الله خود خار و ذلیل گردانشونه. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين